جمع آمدن شیخان نابکار برای انجام کار برجا. آقا داستان این بود که چون رئیسی بی سواد کلاس شیشی بر تخت ریاست نشانده شد و روحانی بدذات زنگوله برجام رو بر گردن این خبیث آنگوزمانی انداخت و در رفت، اهل مغرب زمین دیو خامنه بدگوهر و دیوان زشت منظر رو به زیر منگنه نهادند و حالا فشار نیار کی بیار که چی؟ که از سانتریفوژ دستان بشوی، شکر خوردمی فاش و عریان بگوی، وگرنه نگر ناو ما بر در است، بکوبد هر آن شیخ شیطان پرست. اونگاه بود که ابلیس در خواب به ضحاک سوم یعنی خامنه بدکیش گفت بابا این همه مار و مور از تخمه اون امام گور به گور دور و بر تو ریخته، از اونها رأی بخواه. و شیخ ضحاک اهل تریاک خامنه ناپاک چنین کرد. نشستند شیخان بر اهرمن، چنان چون که ضحاک کرد انجمن. گزینه دو بودند در آن جمع بد، که هر راه دیگر بگشتیش صد. در میسره انجمن دیو امیر عبدالشیطان بدسگال خونریز بنیان بود و در میمنه سپاهیان رذل موشک مدار که در بیم بودند که اگر موشک از آنان گرفته شود به خانه کدام موش پناه گیرند. امیر عبدالان دیو بدخوی گفت که فرجام خود را نباید نهفت. اگر سر بپیچیم از 5 و 1 نه کالا دهند و نه پول و نه چک. به خیزش شود خلق با چنگ و نیش، علی گدا ماند و حوض خیش. ورا سوی حوض آورندش به زور، غریقش نموده کنندش به گور. آقا این وسط از میانه شاکله ولایت نیز کاس لیسان نظام سر به در کرده و نالیدند که بچسبیم بر میز همچون کنه، اگرچه ببرند سر از تنه. بناگاه نعره قلم به مزد کرگدنان از میمنه انجمن برخاست. پرید اسکلان کو که کیهان نوشت، همان دیو بدذات بدخو سرشت. بگفت ای سر امت خرسوار، مبادان که مغرب کنندت مهار. که گر بمب و موشک نباشد تو را، زنی گند و پوشک نباشد تو را. القصه چون ضحاک سوم خامنه ناپاک رأی شریعت ندار پلشت پندار رو بپسندید، گفت بباید به مغرب به پابوس شد، که کل نظام پرز جاسوس شد. شریعت ندارا خودت لوس نکن، دگر خواب من پرز کابوس مکن. آقا تا شیخ دیوان ضحاک خوی چنین بشنیدند، فرستاده سوی مغرب زمین و بنبست آباد وین رو سفارش ها بدادند تا اونجا بپذیرد که به جای پول نفت ایشان را پنبه و پوشک فرستند تا بتوانند چند روزی دیگر و تا جستن نهانگاه موشان خود را بر پای بدارند. و الباقی حکایت شیخان پوشکی و اره نشینی عظما در بنبست وین بماناد تا وقت دیگر. ایام بکام و سایه انورتان مستدام.